که ما کارمندای ما گفتم در کار نبین، البته از در 3 بخشه. یعنی باور کنیم بسیار یک روز بسیار سخت بود. حتی ما تا 1 ماه بعد طالبم دفتر خود جمع نکرده بودم. امید داشتم شاید یک روز پس مثل دوره قبلی هم ما کار کنیم، زحمت بکشیم. اما روزی که دیدیم که اقتصاد افغانستان پایان است، طالبا به رسمیت شناخته نشدن، وضعیت در بازار در بیرون بازار محدود است، ما اولین کاری که کردم خودم همشون جواب دادم و بسیار به من سخت بود. مدتی که 100 روز طی شد، خانم‌ها همیشان در حالت زندگی سر مفهومی گفتگان تا سردرگم هستند، به وظیفه به جای زندگیشان در حالت بسیار بد قرار داره. مشکلات اقتصادی تهدیدشان میکنن، خصوصا خانمایی که شوهر ندارن، بیوه هستند، خانمایی که شوهرشون معتاد است، خانمایی که کار میکردن نانآور فامیل بودن، همیشان در حالت بسیار بد وضعیت بد قرار دارن و از جمله خودم هستم که فعلا زندگی نامعلوم در انتظارم است. مثل به ایمان میمونه که یک باغون کار کنه وقت حاصلش کشه حاصل از بین بره. و اینکه ما در خانه ششتیم فکر میکنم یک خانم بی سواد هستم، یک خانم هستم که در زندگی هیچ وقت زحمت نکشتیم، فعلا هیچ هستم و همون یک حالت سر ما آمده، نمیتونم براتون بگویم.